دوستان گرامی، برادران و خواهران، مخاطبین محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنا به پیشنهادات بعض دوستان نهایت عزیز و گرامی، یک کانال یوتیوبی ایجاد شده و از این به بعد انشالله یک سلسله فعالیت های یوتیوبی را روی موضوعات مختلف انشالله می داشته باشیم. اولین موضوعی که در اولین جلسه و انشالله طی چندین جلسه این موضوع دنبال میشه انتخاب کردم، این موضوع خیلی مهم و حیاتی است برای جامعه ما، برای مردم ما، برای ملت ما خیلی مهم و حیاتی است. این موضوع تاریخی است. این موضوع خیلی مهم است. آرزوی دیرینه جامعه افغانستان مبتنی بر همین موضوع است. این موضوع زیست اجتماعی و تقریب اجتماعی در افغانستان است. البته زیست اجتماعی نه تنها برای جامعه افغانستان مهم است، بلکه برای هر جامعه مهم است، برای هر کشور مهم است و مهم بوده. زیست اجتماعی موضوع تازه نیست. یک موضوعی بوده که ما مصلحان بزرگی را، اصلاح طلبان بزرگی را، شخصیت های تاریخی را میبینیم که اونها در این رابطه تلاش های زیاده کرده و روی این موضوع فکر میکرد. موضوع تقریب و زیست اجتماعی یک موضوع تاریخی است و دغدغه برای بسیاری از قهرمانان اصلاح طلبی در تاریخ بوده، هم در تاریخ انسانیت و هم در تاریخ اسلام. این موضوعی است که سید جمال الدین افغانی، محمد عبدو، علامه اقبال لاهوری و بسیار شخصیت‌های بزرگ آسیایی و کشورهای منطقه و غیر منطقه روی این فکر کرد و دنبال راهبردها و راهکارهایی برای این موضوع بودند که ما می توانیم راهبردها و راهکارهای مختلفی را برای زیست اجتماعی و برای تقریب اجتماعی معرفی کنیم. ولی من طی چند جلسه با توفیق خداوند و با همکاری و یاری دوستان عزیز و محترم ما میخواهم طی چند جلسه روی یک سلسله راهکارها و راهبردهای قرآنی زیست اجتماعی، آن هم در جغرافیای افغانستان صحبت داشته باشیم. البته این عنوان مهمی بود که من در یک مقاله نوشته بودم. خوشبختانه اون مقاله هم حایز کد اختصاصی و مقام و جایگاه پایگاه استنادی علوم جهان اسلام را به خود گرفت که در مجله دانشگاه بین المللی المصطفی در همایش بین المللی زیست اجتماعی به چاپ رسید و من هم تقدیر شدم. من میخواهم این موضوع را چند جلسه صحبت کنم چون خیلی موضوع مهم و حیاتی هست و حیاتی خواهد. این موضوع برای جامعه مثل افغانستان نه تنها مهم هست بلکه ضرورت دارد. برای جوامع اسلامی یک ضرورت است، هم توجیه دینی دارد و هم توجیه عقلایی و عرفی دارد. یک ضرورت دینی و عرفی و عقلایی است. برای مردم افغانستان به خاطر این موضوع مهم هست که ما نیم قرن جنگ و خشونت را در افغانستان سپری کردیم. نیم قرن منازعه نفسگیر را در افغانستان شاهد بودیم. نیم قرن تفرق و تشدد و پراکندگی را شاهد بودیم و در عین حال بارها ادعا کردیم که ما 99% مردم ما الحمدلله مسلمان هست. وقتی که ما
99% ملت ما، مردم ما مسلمان هست، چه بهتر که راهبردها و راهکارهای قرآنی زیست اجتماعی را در افغانستان پیاده بسازیم. زیست اجتماعی به این معنی است که چطور بتوانیم به طور مسالمت آمیز در کنار هم زندگی کنیم، چطور بتوانیم با همدیگر زندگی کنیم، چطور همگرایی داشته باشیم، چطور یک جامعه متحد داشته باشیم. جامعه متحد و زندگی مسالمت آمیز و همگرایی و همدیگر پذیری داعیه تاریخی قاطبی ملت افغانستان بوده و خواهد بود. ما که مسلمان هستیم و با زبانهای مختلف در شرایطهای مختلف، وضعیتهای مختلف به این موضوع و به وحدت و همدیگر پذیری اعتراف میکنیم، ولی چرا باید دستور خداوند را نپذیریم؟ چرا باید قرآن را که ما نور میدانیم، هدایتگر میدانیم، اون قرآن را چطور به عنوان هادی، به عنوان نور در زندگی عملی خود قبول نکنیم؟ باید بدانیم که قرآن چه راهکارهایی را برای ما معرفی کرده، چه راهبردهایی را برای وحدت ما، همگرایی ما، زندگی مسالمت آمیز ما معرفی کرده و این خیلی مهم است برای ما، برای جامعه ما ضرورت است. عزت ما در همگرایی ماست، در زندگی مسالمت آمیز ماست، در تعاون و همکاری ماست. ما نیم قرن تفرقه و تشدد را تجربه کردیم. آنچه که در کشور دیدیم وحشت و دهشت نیم قرنه بود. آنچه که در کشور دیدیم متاسفانه جنگ و خشونت و منازعه‌های نفسگیر و ویرانگر بود. بسیاری از نیروهای ما متاسفانه به خاطر این تفرقه و تشدد قربانی شده. مردم ما هزینه‌های سنگینی به خاطر نفاق و تفرقه و تشدد پرداخته. آیا روزی نشده که دیگر این تجربه را تکرار نکنیم؟ آیا روزش نرسیده که دیگر بیاییم یک زندگی مسالمت آمیز را بر اساس قرآن، بر اساس آموزه‌های قرآنی و بر اساس راهکارها و راهبردهای قرآنی به پیش بگیریم و دنبال کنیم؟ کشور ما الحمدلله مردم متدینی دارد. نیروهای جوان به خصوص در آرزوی زندگی مسالمت آمیز است. ما باید همگام با دنیا پیش بریم. امروز به دنیا خیلی حرف هاست، امروز به جهان خیلی موضوعات جالب، موضوعاتی که برای اون موضوعات مخلق شده این دنبال میشه. ما چرا دنبال نکنیم؟ قرآن برای ما عزت رو معرفی میکنه، ولله عزت ولرسوله وللمؤمنین. ما که مسلمان هستیم باید عزیز باشیم، نه اینکه خوار و ذلیل باشیم. اگر ما زندگی مسالمت آمیز نداشته باشیم، اگر ما متحد و یک پارچه نباشیم، تفرقه ویروسی است که جلوی حرکت ما را میگیره. که من در انسان متحرک کتابی که خداوند توفیق داد امسال چاپش کردم تحت نام انسان متحرک، فصل اخیرش را اختصاص دادم به جامعه متحرک و در اونجا ما معرفی کردیم که تفرقه ویروس حرکت جامعه است و در تاریخ وقتی که ما مشاهده کنیم میبینیم که این ویروس خطرناک از ما قربانی‌های زیاد گرفته. ما شاید سوال کنیم چرا همدیگر پذیری داشته باشیم؟ ما دلایل زیادی می داشته باشیم، عوامل زیادی وجود داره که ما باید همدیگر پذیری داشته باشیم. خوشبختانه
3 سلسله عوامل وجود داره که ما را کمک میکنه برای رسیدن به زیست اجتماعی. یکی از اون بخش ها و از اون سلسله ها عوامل طبیعی است. ما طبیعتاً به سوی زندگی اجتماعی متمایل هستیم، گرایش داریم. ما فطرتاً وحدت خواه هستیم، فطرتاً به سوی وحدت متمایل هستیم، به کنار هم دیگر زیستن متمایل هستیم. غریزه انسانی، همینه که غریزه جنسی رو ما مثال بزنیم، غریزه جنسی معنیش وحدت است، بیزاری از تفرقه است. ما طبیعتاً وقتی که متمایل این غریزه را داریم، به این معنی است که ما خلق شده ایم که در کنار هم دیگر زندگی کنیم و خانواده تشکیل میشه. بعد خانواده ها بزرگ میشه و اجتماعات بزرگتر تشکیل میشه. این یک عامل، یک سلسله عوامل. عوامل دیگری که برای همگرایی ما رو به همگرایی فرا میخوانه و برای همگرایی ما وجود داره، عوامل عاطفی است. ما نیاز داریم به مهربانی، نیاز داریم به محبت، نیاز داریم به تعاون، نیاز داریم به دستگیری و حمایت یکدیگر. چرا باید در کنار هم نباشیم؟ چرا دست همدیگر را در هر شرایط نگیریم؟ چرا باید متحد نباشیم؟ چرا در برابر تفرقه و تشدد مبارزه نکنیم؟ ما نیاز داریم به محبت. اون دانشمند به نام مازلو وقتی که سلسله نیازهای انسان‌ها را مورد مطالعه قرار میده، 3مین بخش نیازهای انسان‌ها بعد از نیازهای فیزیولوژیک و نیازهای امنیتی، نیازهای تعلق و محبت میرسه که اون سلسله نیازها خیلی مهم است برای ما نیاز داریم. و 3مین بخش عوامل که ما را به همگرایی فرا میخواند عوامل عقلانی است. خداوند برای ما قوی درک داده، عقل داده. ما به تنهایی نمیتوانیم، ما به تنهایی پیش رفتن نمیتوانیم. ما نیاز به هم دیگر پذیری داریم و درک میکنیم که به تنهایی نمیتوانیم کشتی شکسته خود به ساحل نجات برسانیم. ما یک راه داره با اتحاد، با زندگی مسالمت آمیز در کنار همدیگر، با مهربانی، با پشت دادن به همدیگر، دست دادن به همدیگر می توانیم به ساحل نجات برسیم. خود را از غرقابه ها نجات بدهیم، خود را از ذلت و خفت نجات بدهیم. این راهش است و ما نیاز داریم. این عوامل باعث این میشه که ما هم گرایی داشته باشیم، هم عوامل طبیعی و هم عوامل عاطفی و هم عوامل عقلانی وجود داره که ما باید درک کنیم. در هر شرایطی فقط با وحدت و زندگی مسالمت آمیز میتوانیم به ساحل نجات برسیم و موفق شویم. به تنهایی نمیتوانیم و هیچ انسانی نباید ادعا داشته باشه که به تنهایی موفق میشه و در زندگی پیش میره. امکان نداره و امیدوار هستیم که خداوند برای ما توفیق عنایت فرماید تا از این به بعد بتوانم روی راهبردها و راهکارهای زیست اجتماعی در افغانستان صحبتی داشته باشیم طی چند جلسه و خدمت شما عرض میکنم که پیش از اینکه وارد اصل مبحث شویم یک سلسله بحث‌های مقدماتی رو خواهیم داشت که خیلی مهم و حیاتی خواهد بود. الله یار و نگهدارتان. خداوند انشالله برای ما توفیق زیست اجتماعی و زندگی مسالمت آمیز را عنایت